دانشگاه لورا خیلی شلوغ میشه. سلام بچه ها، به چنل یوتیوب خودتون خوش اومدید. من سلینم، یه دانشجو ساکن کشور سوئد. امروز میخوام شما رو با خودم ببرم دانشگاه تا ببینید دانشگاه های سوئد، کلاس‌ها، سلف غذاخوری، رستوران، سالن مطالعه و بقیه امکانات چطورین و روز یک دانشجو چطوری میگذره. پس با من حاضر شید که کلی چیزای جدید نشونتون بدم، اما یادتون نره دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید و هر سوالی داشتید تو کامنت ها ازم بپرسین. معمولا ساعت 4:30 صبح بیدار میشم که 5:30 صبح حاضر باشم و از خونه بزنم بیرون، چون سیستم حمل و نقل سوئد به این صورته که هیچ قطار و اتوبوسی برای شما صبر نمیکنه. وقتی آدم تازه مهاجرت میکنه به این موضوع عادت نداره، اما کم کم دستش میاد که اگر دیر برسه به ایستگاه، قطار و اتوبوس خودش رو از دست میده. برای همین به آن تایم بودن عادت میکنه. من دوچرخه‌مو برمیدارم میرم ایستگاه و خوبی اینجا اینه که توی دانشگاه ها بچه ها خیلی سرساده میان و نیازی نیست ما خیلی زمان بذاریم که خودمون رو حاضر بکنیم. به خاطر همین یه آرایش خیلی ساده کافیه که ما بریم به سمت دانشگاه. من در طول روز وعده هم زیاده، به خاطر اینکه باشگاه میرم، برای همین باید از خونه هم یه چیزی ببرم و اینو توی قطار میخورم. دوباره رسیدم اونجا یه صبحونه‌ای میخورم و اینا رو به عنوان میان وعده میبرم. ناهارم باید بخورم. بزن بریم. خب من رسیدم ایستگاه، اینجا منتظر قطارم. این اولین قطاریه که میگیرم. وسط راه باید قطارم رو عوض کنم تا برسم به سنترال گوتنبرگ. اونجا یه دونه تراموا یا اتوبوس منو میرسونه به دانشکده که نزدیک بیمارستان هستش. چون خدمات درمانی هستیم و کلینیک زیاد داریم، باید جایی باشیم که امکانات کلینیک وجود داشته باشه. بله، اینم اولین قطاریه که من سوار میشم. امکانات خوبی داره، مثلا جای شارژ موبایل، هر صندلی برای خودش میز و نایلون زباله داره. توی سوئد قطارها به این صورتن که معمولا یه دونه واگن اختصاص داده شده به افرادی که دوست دارن جای ساکت و آرومی بشینن. البته توی سوئد فرهنگی که دارن، معمولا آدما خیلی با صدای بلند صحبت نمیکنن یا مثلا خیلی با صدای بلند ویدیو نگاه نمیکنن توی گوشیشون. اما توی اینجور واگن‌ها شما باید خیلی بیشتر رعایت کنین و قانون اینو میگه که شما باید ساکت باشین. مثلا با کنار دستیتون یا دوستتون نمیتونین صحبت کنین، نمیتونین ویدیو با صدای بلند نگاه کنین یا حتی صدای کم. کلاً باید ساکت باشین و یا حتی اگه تلفن اضطراری دارین باید از اون قسمت واگن برین بیرون، به تلفنتون جواب بدین و برگردین. منم الان توی این قسمت نشستم و خیلی آروم فقط صبحانه‌ام میخورم تا برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنم. یه چیز بامزه دیگه که توی سوئد تو مسیر زیاد میبینین حیوانای مختلفه. من یه دونه آهو هم دیدم، نشد که فیلم بگیرم، گفتم براتون از این خرگوشه فیلم بگیرم. و اینم یه اثر هنری و فلزی صورتی هستش با سنگای صورتی زیرش. طراحی یه آرتیست خانومه که تقریبا 30 میلیون کرون یا 3 میلیون دلار یا 3 میلیون یورو خرج برداشته و خیلی بحثه که ارزششو داشته یا نداشته. شما توی کامنت ها برام بنویسین. اینم قطار دوم منه که بزرگتر و شلوغتره، چون مستقیم داره میره سمت گوتنبرگ و ردیف صندلیاش 5 تایه، سمت چپ 3 تا و سمت راست 2 تا و ریلا هم کم کم دارن زیاد میشن چون داریم میریم به یه سنترال شلوغ. خب من رسیدم ایستگاه گوتنبرگ یا به قول خود سوئدیا یوتبوری. اگه دقت کنین میبینین که ریلا چقدر زیاد شده. ایستگاهی که اینجا روزانه کلی قطار واردش میشه و کلی قطار اینجا رو ترک میکنه. اگر هنوز ویدیو رو لایک نکردی حتما لایکش کن، منو حمایت کن. میخوام کلی ولاگ خفن برات بذارم، چیزایی که تا حالا هیچ کس بهت نشون نداده.
خب بریم داخل ساختمون خود سنترال گوتنبرگ رو هم نشونتون بدم. ساختمون جدید یا مدرن نیستش، قدیمی ساخته، اما فضای گرم و قشنگی داره و میبینین که همین اول صبحی کلی مردم در حال رفت آمد هستن. اینجا کلی مغازه پرسپیرون هستش، مغازه‌ای که من همیشه ازش قهوه یا صبحانه میخرم، دارم میرم اون سمت و یکی از اونا همیشه انتخاب من هستش، نمیدونم چرا اما بهش عادت کردم و بریم اونجا یه صبحانه‌ای بخریم و ادامه مسیرمون. خب این مغازه‌ای هستش که من همیشه میام، خیلی دوستش دارم. معمولا اینجا آب یا قهوه و یا صبحانه میخرم، چون که بوفه سالاد برند پیکادلی رم داره که من خیلی دوستش دارم، سبزیجات داره و این که من صبحانه پروتئینی مصرف میکنم که اینجا میتونین مرغ و یا حتی تخم مرغ آبپز هم پیدا کنین. من معمولا مرغشو برمیدارم که خیلی خوش‌طعم و خوب هستش و سس هم داره که سساش انتخاب من نیستن. و این سمت هم یه یخچاله و اینجا ساندویچ‌های آماده است و اون سمت هم قهوه هستش. اینم صبحانه‌ای که من معمولاً انتخابمه و میخرمش. بریم یه قهوه هم برداریم و بعدش بریم. خب قهوه‌مو خریدم و فکر کردم که اینجا یه سرویس بهداشتی بریم که سیستم سرویس بهداشتی اینجا رو هم تا حدودی نشونتون بدم. خب اینجا سرویس بهداشتیه که باید 10 گرم پرداخت کنیم تا بتونیم از سرویس استفاده کنیم. الان به آخر ترم نزدیکیم. بعد بچه‌های دبیرستانی که سال سومشون رو تموم کردن جشن میگیرن. مرسوم هم هستش که پسرها کت و شلوار بپوشن، دخترها لباس سفید، کلاهشون هم که سفیده این شکلی. حالا هر کسی کلاه خودش رو سفارش میده، طرحی که میخواد، نگینی که میخواد، اسمش و خیلی هم کلاهاش گرونه. خب از اونجایی که تولد دوستم و نامزدیش جفتش تقریبا توی ماه افتاده، الان دارم میرم سمت نوشتان که یه دونه کیک براش بخرم و اونجا فکر کنم همشب داشته باشه. بریم ببینیم که چه کیکی گیرمون میاد. کیک خوشگل، میوه‌ای، کاکائویی، شکلاتی. این پاساژ فمان یکی از مرکز خریدای بزرگ گوتنبرگ، فعلا بسته است. اینجا بسته است، اون ته هم بسته است. لیدل هم اینجا داره اما نمیدونم لیدل کیک داشته باشه یا نه. اما همشب به نظرم که بازه، فعلا مغازه ها باز نشدن. هم صبونه خریدم دستم پره، هم کیفم سنگینه. الان برم یه دونه کیک هم بگیرم. تا اون موقع فکر کنم باید قهوه‌مو بخورم، چون که با قهوه دیگه نمیتونم چیزی زیاد با خودم این ور ور حمل کنم. اینم همشب که چون فروشگاه مواد غذاییه بازه، اون بقیه فروشگاه ها که باز نیستن. اینجا معمولا زودتر باز میشه. چه گلای خوشگلی داره. معمولا صبحها که میام به هم ریختم، بعد که میرسم دانشگاه میرم سرویس بهداشتی، یکم به خودم میرسم. حالا یا موهامو مرتب میکنم، گاهی اوقات مثلا یکم آرایش بیشتری انجام میدم و یکم خودم مرتب تر میکنم دیگه، بهتر به نظر بیام.
اما صبح که آدم از خواب بیدار میشه واقعا احساس داغون بودن میکنه، مثلا اگه شب خوب نخوابیده باشی یا کم خوابیده باشی. رسیدیم به کیک ها. این هم کیک های همشوپه. و این توت فرنگی خیلی خوب دیده میشه چون دورش از این بادومای پرپر شده داره که من خیلی دوستشون دارم. اما در حال حاضر توی چالش هستم، نمیتونم کیک خامه‌ای بخورم، یعنی کیک، شیرینی، هیچ چیزی فعلا. برای 2 ماه چالش دارم با یه سری از بچه‌های پیجم، اما یکیشونو باید بگیرم. نمیدونم که این خوبه بگیرم، پشتی بهتر معلومه یا این. من از این 2 تا بیشتر خوشم اومد، حالا تا بقیه. تک حالا باید اینا رو جا به جا کنم، بزنمش روی این بیچاره خودش هم برعکس شده. خب امیدوارم که براش مشکلی پیش نیاد. قهوه‌مون هم برداریم بریم. خب الان باید برم سمت ایستگاه اسپوروگن یا همون تراموا بگیرم، برم سمت دانشگاه. و این داخل گرمه، من خیلی گرمم شده، اما دیگه کاپشنم نمیتونم در بیارم. واقعا عاشق گلم، مخصوصا رنگ زرد. چه گلای خوشگلی داشت. اگر الان قرار بود برم خونه گل میخریدم، اما نمیشه. خب این سری از این سمت بریم، سمت ایستگاه. من اومدنی از این زیرگذر اومدم که از زیر خیابون و ایستگاه رد میشه. الان چون میخوام برم اتوبوس یا تراموا سوار شم، باید از بالا برم چون که ایستگاه ها اینجا هستن. امیدوارم نوبت من که برسه یه نفر در رو برام نگه داره. این یه فرهنگ سوئدیه که در رو برای هم نگه میدارن. شانس آوردم. فکر کنم باید برم اون شیشو بگیرم. امیدوارم بهش برسم چون چراغ قرمزه. بله من باید اینو سوار شم. شلوغم هست انگار. خب صبح‌ها معمولا شلوغم، اما من یه دونه جا اینجا گیرم اومد. حالا تا 20 دقیقه دیگه میرسم دانشگاه. اینجا ایستگاه دانشکده ماست که من همیشه اینجا پیاده میشم و میرم به سمت ساختمونای اونور. هم از سمت چپ راه داره، هم از سمت راست. چراغم که قرمزه تا سبز بشه. خانومه رو دیدین؟ اونجا دوید رد شد از خیابون. اینجا همین مدلی هست، حتی اگه چراغ سبز نشده باشه وقتی ماشین کم بیاد مردم رد میشن، مثل الان منم رد شم. این تیکه از مسیر رو خیلی دوست دارم، خیلی خوشگل میشه موقعی که بهار میشه، سبز میشه، بعد که میره سمت تابستون یکم بیشتر برگ و بزرگ میشن، خیلی سرسبز و خوشگل میشه.
این سمت بیمارستانه و این سمت خیابون کلاسا و دیگه کلینیک و جاهایی که دانشجوها هستن. سگای این خانومه چقدر خوشگلن، سیاه سیاه بدون هیچ خالی. اینم پله های ترقی که توی استوریا میدین. هوا خیلی خوبه. خانم راه داد که من رد بشم. حالا منم همچی تند نمیرم. هر وقت از اینجا میرم بالا بعضی به نفس میافتم. اینجا یا باید از پله بری بالا یا از سراشیبی، دیگه خودت انتخاب میکنی. مثلا بخوایم بریم اون ساختمون دست راستی، من شمردم 40 تا پله است. اگر بخوای از پله نری باید از این سراشیبی ها سربالایی بری. خیلی باد میاد، امکان داره که صدام خوب ضبط نشه و مجبور بشم موقع ادیت صدا بذارم. اما این دانشکده ماست، دانشکده دندون پزشکی. حالا بریم اول این کیک رو بذارم یخچال، بعدا میتونیم بریم سمت کلاس. اینجا هر چند قدم از این سالن‌های غذاخوریه. سالن‌های غذاخوری همشون ماکروفر دارن، یخچال دارن. اینجا یه دونه کتری برقی بود، کجا گذاشتنش؟ اینجا یه یخچاله. اینجا هم دوباره ماکروفره. اونجا هم قسمت ظرفشویی بود، برداشتن، حتما میخوان تعمیرات انجام بدن. خب من کیک رو بذارم توی یخچال. خب خوبیه کیک هایی که دورش اینطوری بادوم داره اینه که اگه جا به جا بشه خیلی خراب نمیشه. پس اینم یه تجربه، چون کیک من جا به جا شده اومده این سمت. بذاریم تو یخچال. برای بعضی سواله که مثلا کسی به غذاتون دست نمیزنه، کسی نمیدزده، نمیبره. معمولا که همچین اتفاق نمیفته. شاید برای کسی اتفاق افتاده باشه، اما برای من و دوستام تا حالا اتفاق نیفتاده. خب من کیک رو گذاشتم توی یخچال و الان وقتشه که صبحانه بخورم. معمولا همیشه زود میام، همونطور که دیدین اینجا خالی بود، خیلی شلوغ نبود. صبح زودتر میام چون که قطارا بهتره و خودم هم راحت ترم. یعنی اگه بخوام دیرترم بیام اونقدی نمیتونم صبح بخوابم. ترجیح اینه که همون اولین قطارا رو بگیرم، قطار اول یا دوم بیام اینجا. جاتون خالی، واقعا این صبحونه من دوست دارم، خیلی خوشمزه است.
و همونطور که میخوام پروتئینی و رژیمی هستش. حالا تا من صبحانه‌مو بخورم بعدش بریم به سمت کلاس. اون موقع بازم از کلاس ها براتون یکم فیلم میذارم. خب همونطور که گفتم وقتی میرسم دانشگاه موهام مرتب میکنم. موقع دیگه میخوام راحت باشم. خب صبحانه‌مو خوردم، غذامو گذاشتم یخچال. حالا فقط موهامو دم اسبی میبندم و میرم سمت کلاس. اینطوری فکر کنم خوب باشه. کلاسامون معمولا 3 ساعته هستن، اما خب استراحت هم دارن. اما یه سری کلاس هم هستن که 4 ساعت طول میکشن، مثلا روزایی که مریض داریم و اونا کلاسای عملی هن. و اونا استراحت هم ندارن، یعنی 4 ساعت قشنگ سر پا بدون استراحت. دیگه حاضرم چون خونم آرایش کرده بودم. به نظرم که نیاز ندارم بیشتر از این آرایش کنم. کاملا ساده و خوب و اوکی هستش. خب حالا بریم سر کلاس. کلاسای ما معمولا توی این ساختمون برگزار میشه. هم کلاسایی که فرلسنینگ هستن، نمیدونم فارسی چطوری بگم، کلاسایی که میریم سر کلاس میشینیم و پاورپوینت نشون میدن و صحبت میکنن. کلاسای عملی هستن که کلینیک هستن. کلینیک زیر زمینه. یه دونه کلینیک هم طبقه همکفه که ما معمولا میریم. اینجا هم که باید کارت بزنیم تا در باز بشه. از وقتی که تیراندازی توی یکی از مدرسه های اوربرو اتفاق افتاد، از اون به بعد درها دیگه قفلن، کارت نزنیم باز نمیشن. اینجا کلاس ها هستن از شماره 1 2 3 و همینطور به ترتیب. این قسمت هم فضا برای نشستن هست و کسایی هم که غذاشونو نمیذارن یخچال توی کیفشونه یا همراهشونه، اینجا از کلاس که بیان بیرون میتونن همینجا غذاشون رو گرم کنن و بخورن. نیازی نیست حتما توی آشپزخونه باشن. اینجا آسانسورهای مختلفه و باید حواست باشه که کدوم آسانسور سوار میشی، چون میبرتت به یه جای اشتباهی اگه آسانسور درست رو نگیری. و من الان میخوام برم آسانسور آ رو سوار بشم. اینجا قسمتی هستش که لباس عوض میکنیم و میریم کلینیک. اما خب الان کلاسی دارم که لازم نیست لباس عوض کنم. بریم سمت آسانسور آ. اینجا زده ها، همینطور ادامه میدیم. اینجا خیلی راهروه، اما خب آدم کم کم یاد میگیره. این هم آسانسور آ که ما میخوایم بریم طبقه 6. هی. طبقه 6. حالا یه نفر دیگه هم میخواد بره داخل و کارت میزنه. جفتمون با هم میریم تو. تک. اینجا کلاسمونه. این کلاسمون تموم شد.
نمیتونستم فیلم بگیرم، اما میتونم بیرون رو نشونتون بدم ببینیم که کجا هستیم. پرنده ها رو خب بریم به سمت اینکه دوستم رو سپرایز کنیم و بعدش هم ناهار و این حرفا. مبارک. چرا نشسته بودین شما پس؟ مبارک باشه. میا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. دو رقمی تازه. تولدت مبارک، مبارک مبارک، تولدت مبارک. بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. بیا شمع رو فوت کن که 100 سال زنده باشی. خب فوت کن. آرزو میکنم انشالله همتون در درسایتون موفق باشین. لیکتی میره استودیو تشکر. صوت بلندتر از این نمیشه. این کتابخانه از من روشنه، از من روشنه. برو بری چون اگه میخوای حال احوال کنی صورت میگم میپوشونم. حال احوال. اینجا رستوران دانشگاه زهرا خیلی شلوغ میشه و اینجا هم دوباره یه اتاق یخچال و میکرو و اون طرف میتونین برین غذا بخرین. من معمولا صبحا که میام اینجا میشینم و اگه تنها باشم غذام هم همینجا گرم میکنم و همینجا هم غذامو میخورم. من معمولا اونجا میشینم درس میخونم. فضای اینجا رو خیلی دوست دارم چون قشنگه، مدرنه، تمیزه. این قسمت هم هست اگه کسی بخواد بیاد درس بخونه میتونه اینجا هم بشینه، اما اینجا یکم ممکنه صحبت دیگران اذیتت بکنه. معمولا بچه ها گروهی اینجا میشینن، اما اگر بخوای تنها بشینی اینا خیلی بهترن. قشنگ چراغ مطالعه داره، پریز برق داره که میتونی لپتاپ تو گوشی تو شارژ کنی. خب الان کلینیک داریم، بخاطر همین باید لباس عوض کنیم. اینجا قفل باید کارت بزنم. اول میرم این سمت چون که لباس اینجاست، لباس بردارم. لباس های کلینیک. این دکمه یا خوبه. اینجا هم شلوار، اینجا تیشرت اگه کسی سردشه میتونه زیرش بپوشه و
اینا حالت روسری دارن فکر کنم برای کسایی که حجاب دارن و یه سری جلیقه هم هست. اتاقی که من باید لباسم رو عوض کنم اون سمت شماره بندیه. هر کسی اتاق خودش و کمد خودشو داره. اینجا هم کمد منه، شماره 55. من الان باید لباسم رو عوض کنم. لباسم رو که عوض کردم دوباره دوربین رو روشن میکنم. خب لباسم رو عوض کردم. ساعت نمیتونیم داشته باشیم، انگشتر، دستبند، گردنبند خیلی بلند که بخواد آویزون بشه اینا ممنوعه. باید اسممون هم روی لباسمون باشه و الان آمادم. امروز رادیولوژی داریم، عکس برداریه. لازم نیست روی بیمار خم بشیم. اگه موهامون رو هم تا حالت عادی هم ببندیم مشکلی ایجاد نمیشه. اما خب باز من ترجیح میدم که بالا کلشو گوجه کنم که راحت باشم. از بیمار نمیشه فیلم گرفت. اینجا قانون سوئد اینطوریه که توی خدمات درمانی بیمار همه چیزش مثل یه راز میمونه که نباید فاش بشه و برای همین باید به حریم خصوصیش احترام بذاریم. حالا اگر تونستم از اتاقا براتون فیلم میگیرم اما از خود بیمار نمیشه. بریم. از شانس خوبتون امروز مریضم نیومد، بهش هم زنگ زدیم جواب نداد. برای همین من میتونم از کل اتاق براتون فیلم بگیرم. امروز به جای مریض این فانتوم یا همین جمجمه در اختیار منه که از دندوناش عکس بگیرم و این قسمت هم میتونم عکس‌ها رو اسکن کنم و ببینم. و امروز سیستمی که عکس برداری میکنم با روزهای قبلی فرق میکنه. حالا بهتون توضیح میدم که چطور هستش. این سیمی که میبینین از دیوار اومده و داخل دهان جمجمه رفته یا حالا حتی مریض واقعی، سیستم جدید و دیجیتال هستش که بهش سنسور میگن. لازم نیست شبیه فیلم‌های قدیمی ببریمش داخل اسکنر چاپش کنیم تا بتونیم توی مانیتور ببینیم. خیلی راحت به طور مستقیم خودش عکس رو میفرسته داخل مانیتور و خیلی سریعتر و راحت تر هستش. حالا من نمیدونم که کشورهای دیگه چه سیستمی دارن، اما اینجا هر دو تا سیستم هستش. یعنی بعضی کلینیک‌ها سیستم قدیمی رو دارن و بعضی کلینیک‌ها سیستم جدید یا همین سنسور دیجیتال رو دارن. بعد از اینکه عکس برداری از دهان بیمار تموم میشه، بیمار میتونه بره خونه و بعدا نامه دریافت میکنه. اما ما همچنان بعدش کلاس خواهیم داشت، آنالیز عکس ها، اینکه ببینیم بیمارمون زمینه چه بیماری هایی رو داره یا چه بیماری هستش که بهش مبتلا شده. شد الان لباسای کثیف رو میندازیم اینجا هر جا که دلتون خواست میتونین بندازین. اینجا هم که میبینین تاریکه، کلاس آنالیزه برای اینکه عکس‌ها رو خوب ببینیم. بچه‌ها در حال کارن، نمیشه بلند صحبت کرد و بعد از این کلاس تعطیل میشیم. یه روز خیلی طولانی تموم شد و الان میتونم برم خونه. راستیتش میخواستم ببرمتون رستوران دانشگاه و بهتر نشونتون بدم، غذا بخرم، غذا بخورم، اما وقت نکردم اصلا خودم ناهار بخورم، چه برسه که بخوام فیلم بگیرم. و این که امروز هم گذشت و الان میتونیم بریم خونه. شاید توی مسیر یه چیزی خریدم خوردم،
شایدم رسیدم خونه و دیگه یهویی شام خوردم و بعضی روزا هم اینطوری میشه دیگه. غذا نیاورده بودم و کلاً هم اصلا وقت نشد که غذا بخورم. انگار که ناخودآگاه هم خبر داشته که امروز وقت کم میارم. بریم خونه. چه گلای خوشگلی داره اینجا. پیون داره، آفتابگردون داره، خیلی خوشگلن. مثلا من عاشق اون آفتابگردونا. پیونم خیلی دوست دارم، روزم دوست دارم، همشونو دوست دارم، خیلی قشنگن. فکر کردم که یه چیزی برای خودم بخرم، چون که از صبح تا حالا هیچی نخوردم، خیلی احساس گرسنگی ندارم، اما خب تا برسم خونه قشنگ 2 ساعت طول میکشه، چون که الان قطارم نیست، باید صبر کنم برای قطار. واسه بهتره که یه چیزی بخورم که وسط راه یه موقع ضعف نکنم. دیگه این امروز من بود، یه روز کامل با یه دانشجو توی سوئد. دانشگاه سوئد رو دیدین یکیشو، البته نه همه رو. اگر سوالی داشتین کامنت بذارین در مورد تحصیل، در مورد دانشگاه، من حتما جواب میدم. کانال خودتون رو سابسکرایب کنین، حمایت کنین، به هم انرژی بدین، چون که ایده زیاد دارم و کلی ویدیو میخوام براتون درست کنم. ویدیوهایی که جالبه، هر کسی نمیسازه و هر جایی نمیتونین ببینین. پس حتما دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله رو بزنین که اگر ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشین. بیاین ببینین که چیا براتون شیر کردم. دوستتون دارم، ازتون خداحافظی میکنم. خوشحال بودم که شما امروز همراه من بودین.